هلو گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من علی اساسد هستم. امروز یه سیستم گیمینگ داریم با بودجه 62 میلیون تومان. قطعات یه سی پی یو خوب داریم، یه گرافیک خوب داریم. قطعات معرفی کنم دیگه خودتون قضاوت کنین که این سیستم خوب هست یا نه. اول که قرار بود این سیستم رو برای ماهانجان بدون آر جی بی کلا اسمبل کنیم، ولی تقریبا یه 5 تومن اومدیم بالا و دیگه همه چی آر جی بی شد. البته مادربرد هم تغییر دادیم که هدر ای آر جی بی داشته باشه. حالا قطعاتمون سی پی یو 13400 اف که قیمتش اومده پایین. رفقا اول اردیبهشت که دلار تا 70 تومن رفت، قیمت این سی پی یو هم بالا 11 تومن بود. الان قیمتش 9900، یعنی زیر 10 تومن اومده. خیلی مناسب شده قیمت. کلا قیمت سی پی یو با قیمت روز دلار وارد پایین میشه دیگه. تقصیر ما هم نیست. یه ویدیو می‌ریزی آقا این چرا مثلا گرون شده این سیستمش، دست ما نیست. کلا قیمت سی پی یو هر روز داره تغییر میکنه، شاید هر ساعت. مادربردی که براش انتخاب کردیم توی که ویدیوهای قبلیمون هم هست H770 پلاس. این مادربرد هم ناموجود شد، قیمتش رفت بالای 9 تومن. الان که موجود شده قیمتش هولوش 8 و نیمه. خیلی مادربرد به صرفه با توجه به اینکه الان B660 CMA B760 CMA چه نسخه‌های بدون وای فای شون چه نسخه وای فای دارشون قیمتشون بالاست. تقریبا 7 خورده یه کوچولو بیشتر هزینه کنید این مادربرد عالیه. هم این اوکیه، هم بی 760 پلاس. کلا خب پلاس ها بهتر از سری ام ای ان و اینکه هدر ای آر جی بی داره. چیپست بهتری از بی 760. حتی میگم صرفا با 700 تومان بیشتر از بی 760 پلاس میتونید این مادربرد رو بخرید که همه چی تمومه. حتی چون رفیقمون گفتش که بعدا ممکنه سی پی رو آپگرید کنه، یکی از دلایل آپگرید مادربردمون هم همین دلیل بود که بعدا میخواد یه سی پی بهتر بندازه احتمالاً. کولر سی پی یو هم که واسه سی پی یو انتخاب کردیم، قبلا هم بستیم کولر سی پی یو روی 13400. میتونید حالا مراجعه کنید به اون ویدیوهامون دمای سی پی یو اینا رو ببینید. ای جی 400 بی کی آر جی بی چند وقت بود که دیگه همچین کولری نداشتیم به خاطر ایوانای گیم دیاس که خیلی به صرفه ان. دیگه تصمیم شد که به خاطر اینکه هم ظاهر بهتر داشته باشیم هم ای آر جی بی داشته باشیم بی کی ای آر جی بی بردیم. نسخه ای آر جی بی معمولیش هم هست، هولوش 100 تومن ارزون تره که قبلا توضیح دادم. رنگ هیت سینکش مثل این هیت سینک وسطش دیگه مشکی نیست، رنگ آلومینیومی. خب رمامون کو جلو گرافیکه. آقا یه 32 هم رم کورسر آر جی بی آر اس داریم که باز میگم اینم میتونید ونجنس ال پی ایکس بگیرید که تقریبا هیچ فرقی ندارن از لحاظ پرفورمنسی. 16 دو تا 16 3200 سی ال 16 میگم از پرفورمنس هیچ فرقی نداره. حتی بچا اندازه هیت سینک هم رمای فرکانس های نسبتا پایین اونقدر داغ نمیشه که شما به هیت سینکش بخواید خیلی توجه بکنید. آره مثلا فرکانس های بالا مثلا تو همین دی دی آر 4 4000 به بالا دیگه دماش هم قطعا خیلی بالاتره، یا مثلا تو دی دی آر 5 6400 به بالا دماش میره بالا. خب پس LPX هم بگیرید، هیچ مشکلی نداره. بچه‌ای که نمیخوان خرج ظاهر کنن. گفتم من چون قبلش براش LPX نوشته بودیم گفت RGB یه 500 تومن هم اینجا برای رم بیشتر دادیم. SSD هم که 1 ترابایت NM620 شد دیگه چون میره زیر شیلد خود مادربرد دیگه اصلا نمیشد RGBش کنیم و خیلی SSD خوبیه، خیلی SSD خوبیه. قیمتش فعلا رو همون 3600 اینا مونده. با توجه قیمت HDD قبلا هم صحبت کردم که خیلی به صرف است، خیلی به صرف. خواهشاً یه ترا HDD دیگه نگیرید آقا. این که ترکیب 250 SSD و یه ترا HDD، چون همکارا هنوز اینطوری فاکتور می‌نویسن. بچه‌ها بعضی ما فاکتور می‌فرستن که آقا اینا که از همکاراتون داده، میگن بابا اشتباه دیگه. کلا SSD آقا حافظه پرسرعت، خیلی گوگلی مگولی، طول عمر خیلی بیشتر، استفاده کنید لذتشو ببرید. پاوری هم که قراره این سیستم رو کلا هندل کنه، برقشو برسونه، پیک 750 دی برنز دیپ کوله که واقعا کافیه. الان پاور با رده هم که قیمتشون خیلی نجومیه، این پاور هولوش قیمت 4 تومن خیلی به صرف است. ماژولار نیست ولی واقعا پاور با کیفیتیه. سری پیکی کلا رفقا بچه‌ای که دارن سیستم میان رده میخرن، سری پیکی دیپ کول واقعا پاورهای خوبی داره. 550 650 750 استفاده کنید. واقعا الان که موجوده از این پاور به شدت استفاده کنید، چون خیلی وقت بود نبودش، حس میشد تو
بازار. ما خودمونم دیدید مثلا ویدیوهای یه مقدار قبلترمون کلا مثلا سری جی کولر مستر می‌خریدیم دیگه چون رقیبی نداشتن، ولی اینا اومدن درسته اون گلد این برنزه ولی قیمتی خیلی مناسب تر از اونا. کیس هم که دوباره خود رفیقمون انتخاب کرده، ماهان انتخاب کرد، گانیر 111 RMSI که 110 رو قبلا داشتیم، ویدیو جداگانه آنباکس و بررسیش هم گذاشتیم. تفاوت آنچنانی نمیکنه. آره این یه تایپ سی هم داره، حالا ما خودمون یاد نمیاد که تایپ سی، ولی اندازتا این که 4 تا فن ARGB داره و همسش مثل 110. اینم از کیس. یه گرافیک موند که واقعا گرافیک خیلی خوبیه، 3080 10 گیگ از برند پلیت مدل گیمینگ پرو. توی پلیت ها قبلا صحبت کردیم آقا گیمینگ پرو یه مقدار پایین‌ترن، گیم راک های پلیت پرچم‌دارشون دیدید ظاهرشون خیلی بزرگتره، هیت سینک های فنای گنده‌تر و البته RGB بیشتر. بچه‌هایی که تو پلیت میخوان اقتصادی بخرن گیمینگ پرو، میخوان بالا رده بخرن گیم راک. خب اینا رو خیلی‌ها نمیشناسن، کلا برند پلیت زیاد جا افتاده نیست تو کشور ما، مثل یه برند مثل اینوتیدی هم مثل پلیت واقعا گرافیکای خوبی تولید میکنه، خیلی موقع قیمتاشون به صرفه است. چرا؟ سر همین نشناختنه. مردم زوتک مثلا تو ایران بیشتر از پلیت میخرن چون شناخته شده است، چون شرکت‌های وارد کننده بیشتر وارد کردن. خلاصه که در حق بعضی از برندها به نظر اچاف شده. حالا گرافیکو باز می‌کنید می‌بینید بک بلیتیشن‌ها فلزیه، جمع و جوره، آنچنان هیت سینک خیلی خفنی نداره، ولی خب دماش تو گیم خیلی مهمه. البته اونا که پرچم دارن و فنای خیلی بزرگ دارن، هیت سینک بزرگ دارن، یه مقدارم اوورکلاک شدن. اوورکلاک‌های حالا گرافیکای نسل 30 و 40 خیلی به صرفه نیست که مثلا شما یه مقدار فرکانسی بالاتر، دما هم خیلی باش میاد بالاتر. ولی حالا میگم دماش تو گیم بررسی کنید، روی 100% فشار بررسی کنید که ببینید گرافیک خوبی هست یا نه. خب رفقا این بود قطعات سیستم 62 تومانی گیمینگمون. بریم آنباکس کنیم و اسمبل کنیم و یه تست گیم خوبم ببینید دیگه تهش. رفقا اینا رو نمیدونم خیلی بچه‌ها میان میگن آقا مثلا سی پی 13400 با 3080 باتلنک نمیکنه یا همچین صحبت‌های همیشه هست. خواهشاً تست گیم ها رو ببینید، خودتون قضاوت کنید و البته با بقیه هم مثلا با بقیه هم مقایسه کنید دیگه. مثلا ممکنه یکی 13600 که ممکنه یکی 13700 یا حتی نسل‌های 14 شون ببندید مثلا با 3080 برید خب اف پی اس ها رو با همون تنظیمات گرافیکی مقایسه کنید. یه بحث دیگه درباره تست گیم ها رفقا، خیلی میگن آقا چرا وارزون نمیدونم فلان بازی آنلاین نا تست نمیگیر. آقا درست نیست که شما برید وارزون هر روز خب داره آپدیت میده. هر روز که میگم نه، منظوره که آپدیت های مختلف رو ما نمیتونیم تست بگیریم. ممکنه یه سیستم پارسال بستیم با همین مشخصات تو وارزون یه اف پی اس میده، امسال یه اف پی اس دیگه میده. خب اونم داره موتور گرافیکی بازیشو تغییر میده دیگه، کلا بازی تغییر میکنه، مپ تغییر میکنه، خیلی عوامل بستگی داره رو اف پی اس. پس من الان یه تست گیم از وارزون بذارم با از این سیستم بذارم روی کانالم، همون 2 ماه بعدش باز این تست درست نیست. به خاطر همینه ما اکثرا گیم آنلاین رو تست نمیگیریم رفقا. همین.
خب رفقا سیستم 62 تومانی گیمینگ اون همونجوری که دیدید اسمبل شد. ظاهرش که واقعا عالیه، من خودم خیلی خوشم میاد از RGB زیاد. یه مقدار اسمبلش سخته ولی بعد که نتیجه کار آدم میبینه واقعا لذت میبره. یه چند تا مشکل وسط کار بود. مهمترین مشکلم این بود که کیسمون تایپ C داشت، USB تایپ C داره جلوش فرانت پنلش، ولی خب مادربردمون نداشت که اینو وصل کنیم. الان فقط دوتا USB 3 جلو کار میکنه متاسفانه. ولی خب جالبه که مادربرد خودش پشت اومده تایپ C گذاشته، ولی خب اگه بخوایم فرانت پنل وصل کنیم نداره. خیلی جالب بود ولی خب خیلی ضد حال بود، چون مثلا مادربرد مثل B660MA یه همچین چیزی دارن. خب بگذاریم مشخصات سیستم 62 تومانیمون 13400F مادربرد H770 پلاس ایسوس 32 گرم، یعنی دو تا 16 3200 CL16 کورسر RGB RS کولر CPU AG400 BK RGB که جام مدت بود نداشتیم، الان دوباره گرفتیم و خیلی واقعا رخ قشنگی داره. کارت گرافیک 3080 گیم پرو پلیت بود که توضیح دادم، استوک و خودتون میتونید ببینید. پاورمون PK 750 دی دیپ کول بود، برنز، غیر ماژولار. گفتم روش 4 تومن قیمتش خیلی مناسبه. کیس هم گاینگیر 111 که قبلا 110 شو داشتیم، دیگه مدل جدید شده 111 که آپگرید شده همون 110. کیس خیلی خوبیه. یه ایرادی که داره بچه‌ها این پایه هاش اومدن یه پلاستیک خیلی ضد استحکاک، چجوری بگم، ضد لغزندگی گذاشتن اصلا تکون نمیخوره، روی میز و شیشه اصلا تکون نمیخوره کیس، مخصوصا اگه سنگین تر بشه که دیگه فکر لذا. آره اینم از کیسمون. کیسش خوبه ولی خب یه ذره خاصیت داره، گفتم مثل اینکه اصلا تکون نمیخوره. من که می‌خواستم اسمبل کنم هی جلو پشت نخواستم بکنم، سختم بود. بعد یه ترابایت SSD هم داشتیم M620 دیگه. همین دیگه اینا شدن قطعات سیستم. رفقا اول ویدیو هم گفتم درسته هزینه سیستم 62 تومن شده، ولی شما میتونید خیلی به صرفه‌ترش کنید. مثلا 50 خورده هزینه کیس دادیم، با همین بودجه حتی پایینتر شما انتخابات خیلی زیادی دارید، مثل AV312 اوس که خودمون آنباکسش کردیم ویدیوشو گذاشتیم، یا مثلا گیم مکس سیچ که شاید امکاناتی از اینا مثلا بالاتر باشه. یه بعدیش هم اینه که این رو سقفش فقط 240 ساپورت میکنه. طول گرافیک ماکسیمم طول گرافیک هم ساپورت میکنه، فکر کنم 33 سانت باشه، چون فنارم اومده توی داخل بسته، فنای جلو رو، به خاطر همین باز یه فضایی داره میگیره دیگه. ای کاش فنا رو بیرون می‌بستن که شما حتی اگه رادیاتور 360 هم بخواید جلو ببندید، الان بعد اون سه تا فن رو کامل باز کنید دیگه. یه ذره داغونه. کلا بچا رو کیسایی که رو سقفشون 360 ساپورت نمیکنه اصلا رادیاتور 360 نندازید، رو پنل جلو نندازید. خب اینم از این. چند تا کامنت منفی داشتیم درباره پیک 750. والا ما ریویوهای خارجی هم نگاه می‌کردیم، کسی چیز بدی نگفته. نمیدونم بچه‌ها کلا کسی سری پیکی نمیشناسه، کلا تو ایران خیلی کم شناخته شده. نمیدونم چرا کامنت های هیت اومد. بعد ما پاسخ دادیم خب به چه علت، مثلا فکتی چیزی هست که جوابم ندادن، ولی ما خودمون خیلی راضیم. مثلا خانواده هم بردیم، واقعیتش خیلی راضی بودم. مثلا سری 550 شو قبلا نصب کردیم رو سیستم‌های خودمون، خیلی اوکی بوده، جواب خوبی داده نسبت به قیمتش، به نظر من خیلی مناسبه. سری پیکی دیپ کول. آره دیگه بریم تست گیم ببینیم. یک کالم تست گیم ببینید، مقایسه بکنید. قبلا پارسال یه همچین سیستمایی رو خودمون با بودجه 50 تومن می‌بستیم، ترکیب 13400 3080. البته این 62 تومن هم گفتم میتونید بیارید پایین‌تر، انقدر دیگه خرج ظاهر گوگلی مگولی RGB نکنید. ولی خب میگم دیگه همین 62 تومانی رو پارسال 50 تومن میتونستید ببرید. اوف ببخشید یا صحبت کردم دیگه. امیدوارم لذت برده باشید از دیدن ویدیو. نظراتتون رو حتما بنویسید، با دیگران شیر کنید رفقا. هیچ شیر کردن هیچ ضرری نداره، فقط توهین نکنید. یه ذره بعضی لحنات تو کامنت ها ذره زیاد جالب نیست، هر کی خب بخونه بهش برمیخوره. آره یه مقدار لطیف‌تر، یه مقدار مهربانه‌تر کامنتاتون رو بگین. حتی اگه نسبت به منم انتقاد دارید یه مقدار لطیف‌تر، اگه میخواید حرفتون شنیده بشه. ممنونم تا انتهای ویدیو رو دیدید. خداحافظ. Eaten by a bear? I'll check out that map.
worth memorizing before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. Scott ammo! No shit, he can't have much! Like that? Yeah? You son of a bitch! You hit him. ¡Agarrando! ¡Puedo cambiar! ¡Ahí está! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No puedes! The Constant doesn't so much burn his... Chongqing, China. This city is Big Brother's wet dream with more than 2...
shouldn't be out here with a bad influence spinster like me. Ah, my knee is so sore. Like that. I fell over. Mister, I'm have a gonna good be one, right. okay? Get the hell out of here. I got this. That flyer they started handing out to the homeless really got Heads down! Yo, Mr. Bodyguard. What's up? Freeze now! Hey, listen. You got the bastard hatch. Now go get Imogen Royce and we can get to the core. Come on, we're not gonna lose this guy! Anyone got a visual? Negative!
hacemos responsables por choques.